حدود 1 ماه توی ایران، آذربایجان غربی، شهرستان مهاباد، یکی از روستاهای مهاباد ماشینش خراب شده و منتظره که موتور ماشینش از آلمان به ایران برسه و ماشینش رو تعمیر کنه. این خانم میگه که هم شهرداری این کشور به من خیلی کمک کردن، ماشین من رو از یک جایی به یک جای دیگر حمل کردن بدون هیچ هزینه‌ای. همین که مردم از شهرستان ها، از روستاها من رو به خونه هایشون دعوت کردن، میوه آوردن، غذا برام آوردن. Hallo Petra, kennen Sie die Leute? Kennen Sie die Leute vielleicht? اینجا یکی از خانواده های روستا بعد از مدت که نوبتشون شده این خانم رو دعوت کردن به خونهشون برای صرف نهار به غذای محلی به اسم دلمه. جای خانم میگه که دقیقا همین روز همین ساعت به صرف نهار یک جای دیگه هم دعوت شده، هم فعلا ترجیح داده که بیاد مهمونی خونه باشه و بعدها به اونجا. Nochmal sagen wir vielleicht, was haben Sie das Land und wirklich die Leute gefunden? اینجا میگه که من با کلمه و جمله نمیتونم این محبتی که مردم اینجا به من داشتن رو توضیح بدم یا توصیف کنم. مردم اینجا در حق من یعنی کارهایی کردن که من هیچ وقت فکر نمیکردم ایران اینجوری باشه و من توی فضای مجازی خودم به اشتراک میذارم و سعی میکنم با به اشتراک گذارم. مردم من رو به خونهشون دعوت کردن، لباسهای محلیشون رو به من دادن و من پوشیدم. میگه من اصلا نمیتونم لطف و محبت اینجا رو با کشورهای دیگه مقایسه کنم. به این کاری که کردها انجام دادن شما چه امتیازی توی کامنت ها بنویسید.